بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة المسلمين، مهمانان خانه خدا، عاشقان قرآن عظیم الشان و مهمانانی که از راهان دور و نزدیک و از تمام گوشه و کنار در این خانه خدا به خاطر عبادت و بندگی و این جشن قرآنی حضور کرده جمع آمدیم. از پروردگار بزرگ می‌خواهم که خداوند قدم‌های شما را به این درگاه مبارک بگرداند و پروردگار همه صوم و صلات و عبادت و بندگی هامان را به درگاه بی‌نیازش مقبول و مبرور بگرداند. و دیگر اینکه برادران عزیز، در این محفل ما که خیلی محفل نورانی است، چگونه گفتم که تا صبح بامداد این دوام می‌یابد. در این محفل نورانی و قرآنی بسیاری از بزرگان و استادان و دانشوران الحمدلله حضور دارند. من پیش از آغاز که مجلس را شروع کنم انشاءالله چند دقیقه در فضیلت ماه رمضان صحبت میکنم. بعده یک انشاءالله صحبت را به سخنگویان و سخنگوها دادن میگیرم. ماه رمضان ماه قرآن است. ماه رمضان ماه فیض و برکات و احسان است. ماه رمضان ماهی است که با همه خیر و خوبی‌هاش، فیض و برکت‌هاش از آن آمد و دیگر هم که باز رفته سال است. ما امشب دو خوشحالی داریم. خوشحالی اول شب قدر است و آمدن رمضان، دیگر این که رفتن رمضان که بسیار ناراحت و زیغ و خسته است. برادران عزیز، این ماه ماهی است که اولها رحمتون، نه روز اول این ماه رحمت بود، اوسطها مغفرت
براتون بخورید وقتی این ماه دهه مغفرت بود و آخرها عتق من النیران و دهه اخیری که من شما حضور داریم عتق من النیران است، خلاصی و آزادی از آتش جهنم است برادران عزیز. و رمضان با همه فیض و فیوضات و فضیلت‌هایی که دارد در میان این 30 روز خداوند جل جلاله شبی را نهفته است، شبی را پنهان کرده است که به نام شب قدر است. شب قدر شبی است که خداوند این شب را در قرآن معرفی کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلة القدر. خداوند میگوید که ما نازل کردیم قرآن عظیم و شان را در شب قدر. و ما ادراک ما لیلة القدر. حبیب من محمد صلی الله علیه و سلم تو چی دانی که شب قدر چی شب است؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر عبادتش یک شب قدر عبادتش برابر بر 1000 ماه عبادت است. بنابراین حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنند که عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي روايه ابواب الرحمه. رواه البخاری و مسلم. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه از زبان شیرین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که اذا دخل خداوند درهای رحمتش را به سوی بندگانش اشاره میکند. بله، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی رمضان میآید خداوند درهای رحمتش را اشاره میکند. تمام درهای رحمت پروردگار در این طول 29 و 30 روزه که رمضان است خداوند درهای رحمتش را اشاره میکند. ماه رمضان ماه انسان ساز است. ماه رمضان انسان را کامل میکند. ماه رمضان ماه خیر و خوبی هاست و فیض و برکت هاست. ماه رمضان ماهی است که الله رب العزت و الجلال این ماه را چنان در قرآن وصف میکند که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی است که نازل کرده در این ماه قرآن عظیم و شان را ببینات و بینات من الهدى والفرقان. این ماه را قرآن را در این ماه نازل کرده به خاطر هدایت مردم تا این مردم هدایت بیابند. برادران عزیز، این ماه سرکافه همه خیر و خوبی ماهی که باید تمام مشکلات زندگی از سر انسان دور بشود. ماهی محبت، ماهی الوفت، ماهی اخوت، ماهی خیر احسان، ماهی دوستی، ماهی که باید دشمنها با هم دوست شوند، ماهی که قهریها با هم آشتی شوند، ماهی که دور با گوسفند باید یک شود، ماهی که همه خیر و خوبی ها را باید ما در این ماه افشا کنیم. ماهی که سر تا پای این همه خوشحالی و خرسندی و عبادت و استغفار و دعا و درود و تکبیر و تحلیل و همه این در این ماه است که ثوابش مضاعف است و مضاعف است و مضاعف است. بنابراین لحاظ برادران عزیزم، بندگان خدا، مهمانانی که در اینجا حضور دارید، از این شب که لیلة القدر خیر من الف شهر، شبی که این شب عبادت است، شبی که برای شما در اینجا جمع شده، شبی که 27 روز 26 روز منتظرش بوده، این شب اکنون فراهم رسید. این شب اکنون آمد بر بالای من شما. از این شب باید خوب استفاده بکنیم. از این شب باید از همه خیر و خوبی هاست، از همه فیض و برکت های این شب خوب استفاده بکنیم. کمر همت ببندیم، آداب را رعایت بکنیم، با آداب و اخلاق انسانی این شب را عبادت بکنیم. با آداب و اخلاق انسانی از این شب باید استفاده بکنیم تا اینکه سرفرازی و سربلندی را خدا بر ما نصیب و روزی گرداند. بنابراین برادران عزیز، من پیش از آن که حضرتان را به اینجا دعوت کنم به منبر، خواهش میکنم شما برادران عزیز، التماس و خواهش من همین است که شما راسته ایستید. هر کی در اون یکان مسئولیت ندارد بشینند در صف حاضر بشینند. فقط مسئولان مسجد بیستن خدمت کرده ایستند است. آنهایی که یکان مسئولیت ندارد، آنهایی که یکان خدمت خادم نیستند، شما درایید در صف بشینید برادران عزیز. انشاءالله خادم‌ها خوشا خدمت کردن میگم. من با تمام اطلاعات و اخلاق حضرت ایشان استادمان را دعوت میکنم به نزد منبر بیایند، لطفاً جای خودشان بگیرند و تا اینکه با مردم صحبت کنم. برادران نجوید، شما جاتون میسید، نجوید، فقط بشینه. حضرت محمد جا شما که اطلاع میگیرند از صحبت‌های شیرین
نشان شما استفاده بکنید. خداوند استاد را در حفظ و امان خودش نگاه دارد. واقعا شخصانی هستند این شخصیت ها که خداوند جل جلاله اینها را کمری همت داد و ایشان را خداوند در ماهای ما و شما نگاه دارد که از صحبتاشون از درکاشون استفاده بکنید. خداوند تبارک و موفق و مؤید و سرفراز و سربلند بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیه و سلم. برادران بشینه آقا برای بشینه دیگر در حالت صحبت خلال مورد نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی عاشقان قرآن و رمضان. از قرآن تبارک و تعالی برای همه شما با استفاده از این لحظات قرآنی عمر دراز، اوان با طاعت عبادت و تعلیمی از قرآن و سنت و برکت این شهر مقدس که مغفرت و آموزش و گناه و آزادی از آتش دوزخ است براتون مسئله دارم. عطایی است هر گوی از او برکنم، چگونه و هر گوی شکر کنم. گر سر هر گوی من گردد زبان، شکرهایی تو نگنجد در میان. خدا را هزاران هزار حمد و ثنا دیگر توفیقی با هم جمع شدن و روبروی هم قرار گرفتن و صحبت خدا و رسول کردن نصیب حضور گردانید. یادتان باشد در قبل گذشته ما یک جمله ابتدائیه که معصور از سلف صالح است خوانده بودیم که حضرت یحیی بن ابی کثیر و معلق بن فضل میگویند سلف صالح 6 ماه قبل از آمدن رمضان دعا میکردند اللهم سلمنا الی رمضان. خدایا ما را در رمضان نو، در رمضان جدید، در رمضان امسال سلامت و عافیت برسان. و وقتی که وارد رمضان بشدند دعا میکردند و سلم لنا رمضان. ای خدا این ماه مبارک رمضان برای ما با سلامت و عافیت و پایان برسان. طاعات و عبادات ما را مقبول و پذیرفته گردان و هنگامی که ماه رمضان به پایان میرسد 6 ماه دیگر دعا میکردند اللهم تسلمه منا متقبلا. خدایا این ماه مبارک رمضان از ما پذیرفته گردان، مقبول درگاه خود گردان. الحمدلله خداوند این دعای ما و شما را به درگاه خویش مستجاب گردانیده است که این سال باز در این بارگاه ملکوتی در این خانه خدا شب قدر نو را با ماه مبارک رمضان استقبال